شما اومدید. سلام همگی، حالتون چطوره؟ من نگین هستم و اگر که این اولین ویدیو از من میبینید حتما بهتون پیشنهاد میکنم اول ویدیو معرفی ببینید که هم منو بیشتر بشناسید هم بدونید که برنامه یوتیوبم قرار بشه صورت بشه. اولین ویدیوی گول سلینگ ساندیز خوش اومدید، جایی که ما قرار با هم دیگه یاد بگیریم چجوری برنامه‌ریزی کنیم، چجوری هدف گذاری کنیم، چجوری واقعا به اهدافمون برسیم و چه مهارتایی تو این مسیر نیاز داریم. حتما نوشیدنی مورد علاقتون رو آماده کنید و بیاید که اولین هفته رو استارت بزنید. یک شنبه قرار همراهتون باشم و این اولین هفتهشه و ما کمتر از 2 هفته به نوروز داریم. به نظرم بهترین تایمه برای اینکه یه برنامه جدید بنویسیم، کاری جدید بکنیم تا بتونیم بهترین استفاده رو از سال 1404 بکنیم. من سال 1403 اصلا به یه لول جدیدی از برنامه ریزی و هدف گذاری و اینکه واقعا اون لیست اهدافی که دارم اون تیک کنم رسیدم. برای همین خیلی دوست دارم هر اون چیزی که برای من کار کرده، برای من کارآمد بوده، به شما هم یاد بدم. این مطالب مخلوطی از آموخته ها، مطالعاتم و تجربه خودم. من فکر کنم از سن 13 سالگی بود که شروع کردم به اینکه برنامه‌ریزی کنم، چجوری برنامه‌ریزی کنم، چجوری هدف گذاری کنم و تقریبا میشه گفت که نصف زندگی من دارم به این کار ادامه میدم. خب قراره توی این مسیری که داریم میریم و قرار برنامه‌ریزی کنیم واسه سال جدیدمون، ببینیم که قراره چه کاری انجام بدیم، چه اهدافی داشته باشیم، قبلش باید 2 تا کار انجام بدیم. امروز میخوایم به یکی از اون کارا بپردازیم که ارزیابیه. یه سری ممکنه با خودشون فکر کنن که ارزیابی ممکنه چیز بدی باشه. یه سریاتونو اینکه ارزیابی میتونه رو اعتماد به نفستون تاثیر بذاره، اینکه قصه بخورید بگید که من امسال هیچ کاری نکردم، اما باید بهتون بگم که کلی خوبی داره و برای اینکه یه برنامه جدید بنویسید نیازه که ارزیابی کنید که توی 1 سال اخیر چه کاری انجام دادید. قرار نیست خودمون رو ارزیابی کنیم، قرار نیست خودمون رو قضاوت کنیم، قراره که به یک نتیجه خوب از این ارزیابی برسیم. چرا ارزیابی مهمه؟ چرا به ما کمک میکنه؟ من یه سری از دلایلش رو بهتون میگم. شماره 1 شناسایی نقاط قوت و ضعفمون. با این ارزیابی ما میفهمیم که تو 1 سال گذشته چه عمل کردی داشتیم، کجاها قوت داشتیم، کجاها ضعف داشتیم، چه نقاط اصلا بعضی نقاط یهو پیدا میکنید چه نقاط قوت جدیدی تو سال اخیر داشتید و چه ضعفایی بوده که باعث شده که یه جای جلودار شما باشه، شما نتونید به مسیرتون ادامه بدید یا دیرتر به اون دستاوردی که میخواید برسید. شماره 2 برنامه‌ریزی بهتر. این ارزیابی باعث میشه که شما اهداف واقع بینانه تر تعیین کنید و اینکه مؤثرتر عمل کنید. در نتیجه باعث میشه که برنامه بهتری داشته باشید، چون ارزیابی میکنی خطاهات و خوبیات و همینا رو در میاری و باعث میشه که اصلا یه خورده برنامه‌تو تغییر بدی یا شاید هم کامل برنامه‌تو تغییر بدی. شماره 3 افزایش بهره‌وری. ارزیابی به شناسایی موانعی که تو 1 سال اخیر داشتی کمک میکنه و حتی باعث میشه که یه سری راهکارهای جدید پیدا کنی که عملکردتو بهتر کنی. شماره 4 برعکس اون چیزی که یه سری از آدما فکر میکنن، ارزیابی اتفاقا باعث انگیزه میشه، به خاطر اینکه ذهن ما جوریه که دائما میخوایم روی بدیها تمرکز کنیم. مثلا به 1 سال اخیر که فکر میکنیم به اون چیزایی فکر میکنیم که بهشون نرسیدیم، به اون شکست‌هایی که داشتیم، به اون مسافرتایی که نرفتیم، به اون دستاوردهایی که می‌خواستیم بهشون برسیم و نرسیدیم. وقتی ارزیابی می‌کنیم می‌بینی که چقدر سال گذشته خوبی داشته، چقدر دستاوردی داشتی که اصلا از ذهن پاک شده بوده، چقدر عادت جدید خوب داشتی. برای همین باعث میشه که خوبی‌ها رو ببینیم و خودش باعث انگیزه میشه. حالا با هم دیگه ببینیم که چجوری ارزیابی کنیم. این کار خیلی کار سختی نیست، خیلی کار راحتیه، اما خب انجام دادنش کلی خوبی داره. ممکنه به نظر یک سری کار چرتی بیاد، کار مسخره بیاد، کار راحتی بیاد. بله کار راحتیه، اما انجام دادنش کلی خوبی داره. اگر میخوای تو این مسیر با من همراه باشی، یه دفتر داشته باش، یه دفتری که ترجیحاً سفید ساده بتونی توش خودت همه جوره داشته باشی. حالا بحث اصلی این که ما چجوری قرار برنامه‌ریزی کنیم تو این دفتر، چجوری هدف گذاری کنیم، چه مدلی به نظر مدل خیلی خوبیه و ویدیو بعدی نه ویدیو بعدترش خواهیم داشت. اما من که این دفتر رو استارت زدم، من این دفتر از آبان استارت زدم، شما قرار تازه استارت بزنید، اصلا اول سال نبود و من همون صفحه اولش اومدم یه ارزیابی و یه ذهنیت کلی که از شرایطم دارم نوشتم که مثلا کجا نقطه ضعف دارم، کجا نقطه قوت دارم و دوست دارم چه کارهای جدید اضافه کنم
و شما هم از همون صفحه اول شروع کنید به ارزیابی کردن که سال 1403 چیکار کردید. اولین قدم ارزیابی اینه که ببینید که تو سال گذشته چه اهدافی داشتی. اگر که دفعه اولت قرار برنامه‌ریزی کنی و هدف گذاری کنی اشکالی نداره. مطمئنم یه خورده فکر کنی یادت میاد که چه اهدافی داشتی. مثلا کلاس زبان برم، مثلا بیشتر ورزش کنم. اینجور هم اهدافی که داشتی رو بنویس. بعد تیک کن ببین کدومش رو انجام دادی، کدومش رو انجام ندادی، چند درصد از هر کدومش رو انجام دادی. بعضی موقع یه سری رو ما تا نصف راه میریم. همه اونا رو بنویس، یه نگاه کلی به اهدافی که سال 1403 داشتی بنداز. پس صفحه اول میشه اهدافی که شما در سال 1403 داشتی، به کدومش رسیدی، به کدومش نرسیدی و از هر کدوم چند درصدش رو انجام دادی. صفحه دوم بیا دستاوردهایی که داشتی رو بنویس. همه دستاوردهای ما لزوما اون اهدافی که داشتی نیست. یه سری بعضی موقع میبینی که تو 5 سال داشتی روی ادامه برنامه‌ت کار می‌کردی و امسال تازه شد یه دستاورد. هر دستاوردی که داشتی رو توی صفحه دوم می‌نویسی. بخش سوم میشه تحلیل چالش‌ها. این تحلیل چالش‌ها هم میشه که اون چالش‌هایی که تو مسیر اهدافت و برنامه‌ریزی داشتی رو می‌نویسی. یعنی یه پارتش پس میشه چالش‌هایی که برای اهدافت داشتی، تو مسیر رشد کردنت داشتی. پارت دوم میشه چالش‌هایی که اصلا فکرشو نمی‌کردی و اصلا هیچ آمادگی نداشتی. مثلا یه هدفی که داری غذای سالم‌تر بخوری. تو می‌دونی چالشش اینه که ممکنه اون هفته اول واسط خیلی سخت باشه، باید یه تایم بذاری غذا و خوراکیاتو آماده کنی. خب این چالش‌هایی که تو میدونستی برای این هدفت داری. یه سری چالش‌ها و سورپرایزها هستش که ما اصلا هر چقدر خودمون رو آماده کنیم و هر چقدر که برنامه‌ریزی کنیم ممکنه که سر راهمون قرار بگیریم و ما اصلا آمادگیشو نداشته باشیم. پس پارت دومش میشه چالش هایی که سورپرایز بودن. حالا که چالشاتو نوشتی بیا ببین که عمل کرده تو در برابر این چالش ها چجوری بوده. موفق بودی، موفق نبودی، آیا باعث شده که خودتو بیشتر بشناسی، کدوم بخش شخصیتتو بیشتر شناختی، باعث شده که بفهمی چه نقاط قوتی داری، چه نقاط ضعفی داری، باعث شده یه سری عادت‌های جدید داشتی. ببین که عمل کردن در برابر این چالش ها چجوری بوده. چهارمین ارزیابی زمانبندی بسیار تو برنامه‌ریزی مهمه. حالا این زمانبندی فقط به معنای اینکه شما تو روز چه جوری برنامه‌ریزی می‌کنید، چه جوری زمانبندی می‌کنید نیست. به این معناست که مثلا شما فکر می‌کردی که قراره یه مهارت جدیدی رو یاد بگیری. تو ذهن خودت اومده بودی گفته بودی که مثلا این 1 ماه طول می‌کشه. یعنی تو اون برنامه که داشتی، حالا ممکنه خیلیتون اصلا ننوشته باشید و تازه استارت این باشید که بنویسید، نوشته بودی واسه خودت که این مهارت یاد گرفتن 1 ماه طول می‌کشه، ولی یهو مواجه شدی 5 ماه طول می‌کشه، به خاطر اینکه تو واقعا مثلا یه جوری دیگه بوده، اصلا سخت‌تر بوده، اصلا تایم بیشتر نیاز داشته واسه تمرین. درنچه بیا یه ارزیابی کن ببین چه جوری زمان بندی می‌کردی. آیا مثلا تو روز وقت کم می‌آوردی؟ ما تو روز وقت کم میاریم به خاطر این نیستش که 24 ساعت کمه، به خاطر اینکه زمان بندی درست بلد نیستیم، به خاطر اینکه زمانمون رو باید گشادتر در نظر بگیریم. ما برای مثلا می‌خوایم مثلا دخترای کانالم مثلا می‌خوای ناخناتو درست کنی، تو با خودت میگی که اگه ناخنای دستم رو بخوام درست کنم و بخوام لاکشل ساده بزنم 1 ساعت طول میکشه. این زایی وسط یه روزی که خیلی کار داری یه هفته شلوغ میذاری. اما 1.5 ساعت طول نمیکشه. شما باید تایم رفت، تایم برگشت رو در نظر بگیری، تایمی که حالا میخوای، یا ممکنه که ترافیک باشه، پشت چراغ قرمز ببینی، استاپ بگیری، برسی اونجا ببینی که نفر قبل از تو دیر اومده، یه خورده همه چی باید گشاد در نظر بگیریم. پس اون زمان بندی یه بخشش اینه که ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که یه سری کارها کمتر وقت میگیره، در صورتی که تو عمل بیشتر وقت میگیره. این که شما ارزیابی کنی زمان بندی چجور بوده. مثلا فکر می‌کردی یه کتاب 300 صفحه رو 2 هفته تموم کنی، اما بیشتر طول کشیده. تو هم وقت گذاشتی، هر شب نیم ساعت وقت گذاشتی، اما مثلا بیشتر طول کشیده. بیا ببینی که بر اساس شخصیت و ویژگی‌هات و کلا لایف استایلی که داری چجوری زمان بندی کردی و چجوری باید زمان بندی بهتری انجام میدادی. و شماره 5 تعیین معیارها. بیای ببینی که کدوم مهارت‌ها بهت کمک کردن، کدوم مهارت‌ها رو نیاز داری. بیای ببینی که کیفیت کارت چجوری بوده. دوست داری کیفیت هر کارت به چه شکل باشه. مثلا می‌خوای کیفیت کار کردنت بهتر باشه، بیای تک تک اینها رو براشون یک معیاری در نظر بگیری و ببینی که پارسال چجوری عمل کردی. شماره 6 ویدیوهاش سیو نشده متاسفانه، اما اینجا من بهتون توضیح میدم.
اگر که از نمره و نمره گذاری و نمره گرفتن خوشتون نمیاد میتونید این بخش رو انجام ندید. این برای کساییه که دوست دارن ببینن که چقدر از هر کدوم از بخش‌های زندگیشون رضایت داشتن. رضایت شغلی، از اینکه چقدر کتاب خوندی، از اینکه چقدر چیزای جدید یاد گرفتی، تحصیلت، روابط اجتماعی، رابطه عاطفیت. میایم از به هر کدوم از اینا نمره میدیم. نمره گذاریش به عهده خودتونه. از 10 نمره بدید، از 100 نمره بدید، از 50 نمره بدید. این کار اصلا برای قضاوت کردن خودمون نیست. برای اینکه ببینیم که یه سری چیزها، یه سری بخشا توی زندگیمون هست که برای ما مهمه و حتما روی سلامت روانمون تاثیر میذاره، مثل روابط اجتماعی، مثل اینکه یادگیری بیشتری داشته باشیم و پویا باشیم. اصلا برای قضاوت کردن خودمون نیست و اگر که از نمره گرفتن و نمره گذاری خوشتون نمیاد، حتما این بخش رو حذف کنید. به قول معروف این برای اینه که ببینیم که کجای کاریم و ببینیم که یه سری بخشا تو زندگیمون هست که حائز اهمیته و حالمون رو خوب میکنه و باعث میشه پیشرفت کنیم و ما توی سال گذشته بهش کم توجهی کردیم. و در آخرم که البته توی گزینه‌های قبلی بود، اینه که تو ببینی که چه عادت‌های امسال چه خوب چه بد به زندگیت اضافه شدن، اون عادت‌ها رو بنویسی. ارسلی باعث میشه که ببینیم که ما عملکردمون چه جوری بوده، کجاها نقطه قوت داشتیم، کجاها نقطه ضعف داشتیم، چه کارهای بهتر امسال میتونیم انجام بدیم، عملکردمون تو کدوم بخشا بهتره که ارتقا بدیم، بهبود بدیم. من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه برای سال جدید بخوای برنامه‌ریزی کنی، حتما اولین قدم ارزیابی کن تا بتونی یه ویژن بهتری برای سال جدیدت داشته باشی. این اولین قدم بود واسه یه هدف گذاری و برنامه‌ریزی سال جدید. به من که خیلی خوش گذشت. مرسی که تماشا کردید. تا هفته دیگه، خداحافظ.